امروز قراره رازهای ناشناخته آبانبارهای ایران رو بررسی کنیم. جاهایی که پر از داستانها و افسانه‌های ترسناک هستن و کسی فکر نکنم جرأت نزدیک شدن به اونجا رو داشته باشه. اولین آبانباری که میخوام بهتون بگم آبانبارهای کاشان هست. به دوران صفویه برمیگرده و نقش بسیار حیاتی رو در تأمین آب آشامیدنی مردم شهر داشت. این آبانبارها به خاطر طراحی پیچیده و معماری زیباشون شناخته میشن. آبانبارهای کاشان دارای مخازن بسیار بزرگی هستند که با استفاده از سیستم‌های قنات آبهای زیرزمینی بهشون وصل میشن. این آبانبارها شامل سقف‌های گنبدی و بادگیرهای هوشمندانه‌ای هستند که هوا در درون مخازن خنک نگه داشته میشه. آبانبارهای کاشان تونل‌های مختلفی داره که به نقاط مختلف شهر راه داره. مردم محلی معتقدند ارواح در این تونل‌ها پرسه میزنن و هر کس وارد این تونل‌ها بشه با اتفاقات عجیب و غریبی روبرو میشه. یکی از ساکنان محلی تعریف میکرد که شبی به همراه دوستاش به یکی از این آبانبارهای قدیمی رفتن و صدای زمزمه مرموزی رو میشنیدن. وقتی دنبال صدا رفتن احساس کردن سایه هایی از کنار دیوار عبور میکنن. این افراد گفتن وقتی نزدیکتر شدن چراغ قوه هاشون کامل خاموش شد. بعد از روشن شدن چراغ قوه ها احساس سنگینی رو توی فضا احساس میکردن و به تبع سریع از اونجا فرار کرد. همینطور که گفته شده تونل های مختلفی به دلایل امنیتی ساخته شدن و هر کس که تلاش کرد وارد تونل بشه ناپدید شد. دومین مکانی که میخوام بهتون بگم آبانبار زنجان هست. یکی از شاهکارهای معماری در دوره قاجاریه. به خاطر طراحی منحصر به فرد و شبکه پیچیده تونل ها معروفه که آبها رو به بخش‌های مختلف شهر میفرسته. معماری هوشمندانه آبانبار زنجان طوری بود که حتی در فصل تابستان آب خنک میموند. گفته شده آبانبار زنجان اتاق‌های مرموزی داره که هنوز شناخته شده نیست. مردم محلی معتقدن ارواح در این تونل‌ها پرسه میزنن و زندگی میکنن و هر کس که دنبال این اتاق‌ها بره زندگیش به طرز عجیب غریبی تغییر پیدا میکنه. یکی از نگهبانان قدیمی آبانبار تعریف میکرد که یه شب موقع گشت‌زنی صدای قدم‌هایی رو شنید که به نظر میومد از آبانبار باشه. اون گفت وقتی دنبال صدا رفت تونلی رو پیدا کرد که قبلا نمیشناخت و به محض اینکه وارد تونل شد چراغ قوه‌اش خاموش شد و حس کرد کسی یا چیزی داره اون رو دنبال میکنه. این نگهبان میگفت احساس سنگینی و سرمای داخل تونل مدت‌ها باعث شده بود که نتونه از خونش بیرون بره. این تونل ها معدن گنجینه‌های باستانی هستند و این اتاق‌ها در نهایت به اتاق‌های پر از طلا و جواهرات منتهی میشن. ارواح ساکن در آبانبارها از این طلاها دارن محافظت میکنن و هر کس که دنبالش بره گرفتار اتفاقات عجیب و غریب و نفرین‌های باستانی میشن. مکان بعدی که میخوام بهتون بگم آبانبار زواره هست که در استان اصفهان قرار داره. یکی از آبانبارهای تاریخی اصفهان هست. در دوره صفویه هم ساخته شده. نقش مهمی رو در تأمین آب آشامیدنی مردم شهر زواره یا زواره داشته. این آبانبار دارای معماری منحصر به فردی هست که شامل گنبدی بزرگ و بادگیرهای بزرگ هست. به خاطر ساختار مهندسی خاصشون تونستن آب رو در شرایط آب و هوایی گرم و خشک به خوبی نگهداری کنن. گفته شده آبانبارهای شهر زواره دارای تونل‌ها و اتاق‌های مخفی ناشناخته هست. هر کس هم که وارد این تونل‌ها میشه صداهای عجیب غریبی میشنوه. یکی از ساکنان شهر زواره تعریف میکرد شبی نزدیک آبانبار بود و صدای پایی رو از تونل‌ها شنید. وقتی نزدیک تونل شد احساس کرد سایه‌ای از درون تونل در حال حرکت هست. وقتی دنبالش رفت هیچ کس نبود. تعریف میکرد از اون شب به بعد همیشه با احتیاط از کنار این آبانبار عبور میکرد.
مردم محلی مثل باقی مکانهایی که بهتون گفتم اونا هم معتقد بودن که شاید این آب انبارها معدن گنجینه های باستانی باشن که ارواح به روایتی دارن ازشون محافظت میکنن. من اینجا فقط چند نمونه از آب انبارهای ایران رو گفتم، داستانهایی که شاید حتی واقعی نباشن ولی اون هیجان رو برای ما دارن. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشین. اگه تجربه شخصی هم دارید و داستانی رو دارید در رابطه با این مکان‌ها حتما توی کامنت بهم بگین. خیلی دوست دارم نظراتتون رو بشنوم. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشین و قول بدین که نزدیک این مکان‌های نفرین شده نشین. دوستتون دارم.